ادامه تمرینات بداهه نوازی ساده. تو این ویدیو با هم دیگه یه همایون خواهیم زد، همایون اجرا خواهیم کرد. توی ویدیوهای قبلی هم عرض کردم این فیلم ها مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که ردیف های اول صبا، استاد صبا و بخش دومش که حالا فیلماشو تقدیم حضورتون کردم اجرا کردن. گوششون آشنایی داره به آوازها و دستگاه ها. حالا توی این ویدیوها با هم دیگه بداهه نوازی های ساده رو اجرا خواهیم کرد. توی همه فیلم ها و ویدیو عرض کردیم. توی این ویدیو و ویدیو بعدی هم خواهیم گفت هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک کوچکی هست به اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن. خدای نکرده هیچ وقت هیچ گونه ایده پشت هیچ کدوم از این فیلم ها وجود نداره. خب کوکمون می لا ره سل هست، سی قرون داریم و دو دیز. بعضی از جاها فا هم دیز میشه که خدمتتون عرض خواهم کرد. از سل شروع میکنیم. از سل این فا دیز، سل فا سل لا سی دو با یارشه سی لا سی. از سل فا سل لا سی دو با آرشه راست، سی لا سی آرشه چپ، میشه لا سی. روی دو نوت زینت میزنیم، لا سی دو رو دو سی. حالا لا سی دو رو دو سی دو رو دو سی دو رو دو سی. آرشه راست میزنیم، آرشه چپ هم همین میزنیم. از لا میشه لا سی دو ره می ره دو سی لا. سی لا سی لا سل فا دیز لا سی لا سی لا. سی لا سی لا سل فا همشون آرشه جدا، سل لا سی لا سی لا. سل فا سل لا سی لا سی دو ره می سل فا می. شد سل فا سل لا سی دو ره می فا سل فا سل فا می فا می فا می ره دو ره دو سی. دو ره دو سی دو ره دو سی دو ره دو سی. روی دوهای لا سی دو سی لا سی دو سی لا سی دو سی لا. سی لا سل فا دیز لا سل لا سل. می فا سل فا می فا می ره دو دیز دو سی لا سی. لا دو از لا به دو گیرستان دو. سی سی لا سی لا. تکیهش هم با دو دیز بزنیم. سل لا سی سل لا سی سل لا سی سل لا سی لا سی لا سل. فا دیز فا لا سل فا سل سل. در همه شما عزیزان.